از مدفوع سوسمار تا ادرار پسر نابالغ. امروز میخوایم بریم سراغ لوازم آرایش در دنیای باستان. من سارامو به کانال تاریخ لباس و فشن خوش اومدین. استفاده از لوازم آرایش توسط مرد و زن سابقه خیلی طولانی داره. چون مردم در جهان باستان هم مثل امروز مشتاق بودن تا با استفاده از انواع لوازم آرایش ظاهر خودشون رو خوشگل‌تر کنن. اسناد مکتوب و تصاویر به همراه بقایای مواد موجود نشون میده که مردم باستان نه فقط ظاهر خودشون رو بهتر میکردن، بلکه سعی داشتن مشکلاتی که برای فرد آزاردهنده بود مثل تاسیغ، موهای خاکستری و چین و چروک رو هم درمان کنن. همچنین در خیلی از فرهنگ‌های باستانی عطر و لوازم آرایش ارتباط نزدیکی با آیین و مذهب داشت، مخصوصا در مراسم تدفین مردگان. اول بریم سراغ یونان باستان. یونانی‌ها آرایش کردن رو خیلی دوست داشتن. عطرهای یونانی هم حداقل از قرن 13-14 قبل از میلاد استفاده می‌شدن. انواع گیاهان، گل‌ها، ادویه‌ها و چوب‌های معطر از مر گرفته تا آویشن توی روغن خیس می‌شدن. از اون جایی که پایه عطرها روغن بود، در حالی که امروز الکل، بیشتر عطرها به شکل خمیر غلیظ بودن. بنابراین ابزار مخصوصی شبیه قاشق کوچیک هم لازم بود تا بتونن اون رو از بطری‌های کوچیک خارج کنن. به نظر میرسه مثل الان هر چقدر مواد اولیه یک لوازم آرایش عجیبتر و کمیابتر بوده، احتمال موفقیتش هم بیشتر میشده. خانم‌های یونانی از رژگونه برای گونه‌ها، سفید کننده برای روشن‌تر کردن پوست و خط چشم و سایه مشکی استفاده می‌کردند. مردهای یونانی بجز اونایی که نقش منفعل در همجنسگرایی داشتن آرایش نمی‌کردند. اما رنگ مو ممکن بود توسط هر دو جنس استفاده شه و دو نوع اصلی داشت. یکی که مو رو تیره می‌کرد و از زالوهای رها شده در شراب به مدت 40 روز به دست می‌اومد و دیگری که مو رو روشن می‌کرد و از ترکیب خاکستر چوب راش و چربی بز به دست می‌اومد. رژگونه از اکسید قرمز آهن یا از رنگ استخراج شده از یک نوع خزه ساخته می‌شد. خط چشم و سایه ابرو از پودری ساخته می‌شد که شامل دوده، آنتیموان، زعفران یا خاکستر بود. کلاً خاکستر ماده خیلی مفیدی شناخته می‌شد و برای تمیز کردن دندون‌ها هم استفاده می‌شد. همونطور که گفتم هر چقدر مواد لوازم آرایشی عجیبتر و غیر معمولتر بود، موفقیت اون بیشتر میشد. بنابراین مواد عجیب و غریبی مثل خاکستر حلزون برای از بین بردن ککمک، چربی گوسفند برای کرم صورت و مدفوع سوسمار برای مالیدن روی لک‌ها و چین و چروک‌های پوست استفاده میشد. البته این کارا مثل الان منتقدینی هم داشت. بعضی از نویسندگان یونانی شروع به انتقاد کردند و نوشتن که لوازم آرایشی نوعی فریبه که فقط زنان کم درآمد یا فاحشه‌ها از اون استفاده میکنن. اما به نظر میرسه این موضوع مانع استفاده خانم‌ها از تمام طبقات اجتماعی نشد. در نهایت درباره یونان باید بگم که اونا غالباً بهترین لوازم آرایش و عطرهای خودشون رو همراه مردگان در مقبره‌ها میذاشتن. طبیعتاً رومی‌ها در زمینه آرایش مثل سایر حوزه‌ها به پیشرفت‌های دست پیدا کردند. به عنوان مثال رومی‌ها شیر خر را یک نرم کننده عالی برای پوست می‌دونستند. مشهورترین طرفدار شیر خر همسر امپراتور نرون بود که هر روز حمام می‌کرد و این عادتش نگهداری 500 خر رو می‌طلبید. مواد تشکیل دهنده یک کرم صورت عبارت بود از تخم مرغ، جو، صبغ، پیازچه نرگس، عسل، گیاه نخود، آرد گندم و شاخ پودر شده. ترکیب دیگه‌ای که پوست رو سفید می‌کرد شامل تراشه‌های سرب سفید حل شده در سرکه بود. این مواد با گچ و سرکه مخلوط می‌شد تا یک کرم آرایشی ساخته شه. کرمی که بعدها ملکه الیزابت اول انگلستان هم ازش استفاده می‌کرد و ویدیوش هست توی کانال. رومی‌ها خودشون خوب می‌دونستن که سرب سفید سمیه و در واقع از اون به عنوان سم استفاده می‌کردن، ولی همچنان ازش در لوازم آرایش هم استفاده می‌شد چون زیبایی رو ترجیح می‌دادن. در عصر متأخر باستان، بیزانسیا یا همون امپراتوری روم شرقی سنت‌های قبل از خودشون رو ادامه دادن و مرد و زن از رنگ مو استفاده می‌کردن. اما مواد رنگ موشون چیز عجیب و چندشی بود. در این دوره ادرار پسرهای نوجوان که هنوز بالغ نشده بودند به عنوان ماده‌ای سفید کننده یا روشن کننده طبیعی در نظر گرفته میشد و تصور میشد ترکیبات موجود در اون میتونه موها رو روشن یا رنگ مو رو تثبیت کنه. این باور به این دلیله که ادرار حاوی اوره و ترکیبات نیتروژنیه که میتونه خاصیت شیمیایی ملایمی روی مو داشته باشه
مخصوصا وقتی با گیاهان یا مواد رنگ کننده ترکیب شه، ولی خیلی چندشه. حالا این کارو چطور انجام میدادن؟ اول ادرار پسرهای نابالغ رو به دلیل نداشتن تاثیرات هورمونی بلوغ جمع‌آوری میکردن. بعد ادرار رو با گیاهان رنگ کننده، خاکستر، روغن یا خمیرهای معدنی ترکیب میکردن و بعد ترکیب رو روی موها میمالیدن تا نتیجه مورد نظر رو بهشون بده که یا مو رو روشن‌تر میکرد و یا رنگ موی طبیعی رو تثبیت میکرد. بیزانسی‌ها و رومی‌ها به دلیل سلیقه نسبتاً نمایشی که داشتن، غالباً لوازم آرایشی رو در صندوقچه‌های خیلی ظریف نگهداری می‌کردن. مثلا این یکی از بهترین نمونه هاست. این صندوقچه نقره‌ای با لبه‌های موجدار در سال 1793 میلادی در روم کشف شد و قدمت اون به قرن 4 میلادی برمیگرده. این صندوقچه شامل 5 ظرف برای مواد مالیدنی و عطر هاست. حالا بریم سراغ مصر باستان. مصری‌ها توجه زیادی به پاکیزگی و ظاهرشون داشتن، چون پاکی جسم و روح جنبه مذهبی داشت براشون. بنابراین مرد و زن از تمام طبقات اجتماعی میخواستن که بهترین ظاهر رو داشته باشن، حتی بعد از مرگ. علاوه بر این، مصری‌ها ارتباط روشنی بین لوازم آرایش و امور الهی برقرار کرده بودند. به عنوان مثال، کاهنان در طول آیین‌های مذهبی غالباً مجسمه خدایان رو با روغن‌های معطر چرب می‌کردند و حتی برای اونها آرایش هم انجام می‌دادند. تقاضا برای این محصولات آرایشی به حدی زیاد بود که بعضی از معابد تولیدات خودشون رو داشتن. مثلا در یکی از معابد روغن معطر ساخته می‌شد. شواهد تصویری وجود داره که رنگ‌ها و بخش‌هایی از صورت که لوازم آرایشی روی اونها استفاده می‌شد رو نشون میده. حتی در آثار هنری تصاویری از افراد در حال آرایش کردن وجود داره. توی مصر باستان لوازم آرایشی با استفاده از طیف وسیعی از مواد تهیه می‌شد. خط چشم و سایه‌ای که توسط شخصیت‌های معروف استفاده می‌شدن با آسیاب کردن کانی‌هایی مثل مالاکیت سبز و گالن سیاه ساخته می‌شدند. نوع دیگه لوازم آرایشی که در گورها پیدا شده ترکیبی از اکسید قرمز آهن و مواد گیاهی هستش که به عنوان رژ گونه به کار می‌رفت. نمونه استفاده از اون رو مثلا در این پورتره میشه دید. لوازم آرایش فقط برای زیبایی نبود. بعضی از اونا ارزش دارویی داشتن، مثل مرطوب کننده هایی که از چربی ها و روغن ها ساخته می شدن یا لوسیون ها و ترکیباتی که با خاکستر ساخته می شدن و برای پاکسازی پوست استفاده می شدن. لوازم آرایشی و عطرها غالبا تولیداتی پرهزینه بودن و مواد اولیه اونها به سختی به دست می اومد. شاید معروف ترین ماده لوکس کندر بوده باشه. کندر که به صورت رزینی خوشبو از گونه درخت به دست میاد، نه فقط به عنوان عطری برای افراد و اجساد مومیایی شده استفاده میشد، بلکه برای پوشوندن بوی بد دهان، بهبود پوست و مو و حتی به عنوان روغن ماساژ هم کاربرد داشت. جالبه که ظرف‌های نگهداری مواد آرایشی بیشتر از خود لوازم آرایش به جا مونده. از لوله‌های ساده نی تا ظروف ساخته شده از شیشه رنگی با شکل‌های رایج مثل زن یا ماهی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوستش داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.